سلام دوستان، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از کانال تاپ 10 آیتمز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اسطوره ها و افسانه های اسکاندیناوی و یونان باستان در شمار جالب ترین اسطوره های جهان قرار گرفتن. در واقع بعیده که نام برخی از این شخصیت های افسانه ای را نشنیده باشید. از خدایانی همچون زئوس و پوزیدون و هادس گرفته تا ساکنان آزگارد همچون اودین و سور و لوکی. موجودات افسانه‌ای و شگفت‌انگیزی که هر کدوم نقشی در شکل دادن به این دنیای شگفت‌انگیز ایفا می‌کنند. دنیای اسطوره‌های یونان و اسکاندیناوی مملو از داستان‌های جذاب و شنیدنیه. به همین خاطر عجیب نیست که فیلمسازان خوشفکر به دنبال راهی برای جان بخشیدن به این افسانه‌ها هستند. از نگاهی به فیلم‌های کلاسیک و جادویی مثل جیسون، آرگونات یا ادیسه تا محصولات امروزی تر و پرزرق و برق‌تری مثل سور و واندر وومن که با نگاهی به این اساطیر ساخته شدن. بنابراین چه به دنبال یک سرگرمی ساده باشید، چه بخواید قدری بیشتر در مورد تاریخ مردم کشورهای نوردیک یا نحوه نگرش مردم یونان باستان به خدایان الپ نشین بدونین، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشین. چون من توی این ویدیو و ویدیوی بعدش میخوام بهتون 20 تا فیلم اساطیری را معرفی کنم که حتما براتون جالبه. بیشتر از این صحبتی نمی کنم، بریم سراغ موردامون. شماره 1، مینوتور، محصول سال 2006. فیلم مینوتور بازگوی آزاد از داستان یکی از اسطوره‌های معروف یونان باستان هستش. فیلمی با حال و هوای ترسناک که تام هاردی را در نقش یکی از شخصیت‌های کلیدی به نام تئو به مخاطب معرفی میکنه که در عصر آهن زندگی میکنه. همانگونه که از اسم فیلم هم پیداه، فیلم در مورد جانوری افسانه‌ای به نام مینوتوره که بدنی شبیه انسان و سری مثل گاو داره و به عنوان یکی از خدایان مورد ستایش قرار داره. مردم با قربانی کردن جوانان سعی در راضی نگه داشتن اون دارن و در این بین روزی قرعه به نام نامزد تئو میفته که باید قربانی مینوتور بشه. اما تئو باور داره که داستان مینوتور واقعی نیستش و نامزدش جایی در قصر پادشاه به عنوان برده زندگی میکنه. پس به دنبال راهی برای اثبات ادعای خودشه. شماره 2، اسکندر، محصول سال 2004. فیلم اسکندر رو باید اثری جنجالی از کارگردانی معتبر و شناخته شده دونست. فیلمی که در زمان اکران مورد توجه قرار گرفته و طرفدارانی خاص هم پیدا کرد. چیزی شبیه به پیروان یک فرقه که باور دارند باید به فیلم اسکندر به عنوان نوعی بیوگرافی تمثیلی نگریست که به زندگی خود الویرستون اختصاص داره. اسکندر از حضور بازیگرانی برجسته و شناخته شده بهره میبره. با این حال گاهی اوقات ریتم فیلم خسته کننده شده و حتی طولانی به نظر میرسه. اما باید به این نکته هم اشاره کرد که صحنه‌های نبرد و تفسیر برجسته این اثر از یکی از رهبران برجسته و افسانه‌های دوران باستان این فیلم را به یکی از ارزشمندترین فیلم‌های اساطیری یونان تبدیل کرده. شماره 3، نبرد تایتان ها، محصول سال 2010. فیلم نبرد تایتان ها صحنه حضور هیولاهای اسطوره‌ای بوده که با استفاده از فناوری مدرن CGI جون گرفتن. هرچند متاسفانه این هیولاها نتونستن اونطور که باید و شاید جذابیت اصیل اسطوره‌های یونانی را به بیننده منتقل کنند. در این فیلم بیشتر روی خدایان یونان و توجه اونها به انسانها تمرکز شده. اینکه چطور خدایان با انسانها و سرنوشت اونها بازی میکنن. این بازسازی پرزرق و برق اثر ری هریهاوزن در مجموع اثری سرگرم کننده که در کنار استفاده از جلوه‌های ویژه امروزی سعی کرده صحنه‌های اکشن مهیجی رو به نمایش بذاره. باید پذیرفت نبرد تایتان ها در رسیدن به این هدف موفق بوده، هرچند طرح کلی داستان فیلم تا حدی عجولانه به تصویر کشیده شده و شخصیت ها هم توسعه چندانی پیدا نکردند. شماره 4، خشم تایتان ها، محصول سال 2012. در ادامه حوادث فیلم نبرد تایتان ها شاهد ساخت فیلم خشم تایتان ها بودیم که متاسفانه بیش از اون که توجه مخاطبان را به خودش جلب کنه مورد بررسی منتقدان قرار گرفت. با این حال این فیلم هم طرفداران خاص خودش رو داره که با وجود نقاط ضعف این اثر همچنان از تماشای اون لذت میبرن. در واقع باید گفت اگر جزو طرفداران فیلم‌های اساطیری یونان هستین، حداقل برای یک بار هم که شده این فیلم رو حتما تماشا کنید تا با برخی از موجودات و هیولاهای ساکن اون جهان افسانه‌ای آشنا بشین. حوادث این فیلم حدود 10 دهه پس از وقایع فیلم اول رخ میده. زمانی که خدایان از کنترل تایتان‌های افسانه‌ای ناتوان هستند.
در اینجا یک بار دیگه شاهد شجاعت پرنسس پرسئوس هستیم که هم باید با شکست دادن تایتان ها نسل بشر را از خطر نابودی حفظ کنه و هم زئوس را نجات بده. شماره 5 بیوولف و گرندل، محصول سال 2005. یکی از محبوب ترین فیلم های تمام دوران که به اساطیر اسکاندیناوی پرداختن فیلم بیوولف و گرندله که بر اساس شعری حماسی و با پیوندی عمیق با مناظر نورس و دنیای وایکینگ ها ساخته شده. شعر بیوولف در اصل منبع بحث و جدل های بسیاری میان متخصصان ادبیه، چرا که هیچ کس سراینده اصلی این اثر حماسی را نمیشناسه. ستاره اصلی فیلم بیوولف و گرندل جرالد باتلره که در کنار دیگر ستاره های مشهور حضوری قابل قبول از خود به نمایش گذاشته. داستان فیلم هم در مورد یک پادشاه دانمارکیه که جنگجوی خارجی را استخدام میکنه تا با پسر یک ترول انتقامجو مبارزه کنه. در مجموع شخصیت بیوولف از جمله شخصیت‌های شناخته شده اساطیر اسکاندیناویه که تا به امروز شاهد ساخت آثار متنوعی با حضور اون بودیم و در این میان فیلم بیوولف و گرندل از جمله فیلم‌هایی که ارزش حداقل یک بار تماشا کردن رو داره. شماره 6 مجموعه فیلم‌های پرسی جکسون، محصول سال 2010. بسیاری از عاشقان دنیای ادبیات چندان روی خوشی به فیلم‌های پرسی جکسون نشون ندادن و از اساس اونها را رد میکنن، چرا که به باور اونها خط داستانی این آثار سینمایی در مقایسه با رمان‌های ریک ریوردان تغییرات بسیاری داشته که باعث شده داستان فیلم‌ها با رمان‌ها متفاوت باشه. شاید به همین خاطره که فیلم‌های پرسی جکسون برای اونهایی که نسخه چاپی را مطالعه نکردن سرگرم کننده و جالب توجهه. فیلم در مورد نیمه خدایی به نام پرسی جکسونه که همراه با دیگر نیمه خدایان همسن و سال خودش مشغول یادگیری و تمرین در اردوگاهی آموزشیه. در این بین اتفاقاتی باعث درگیر شدن پرسی جکسون در ماجراهای بزرگتری میشه که آزمونی خوب برای سنجش توانایی‌ها و دانش اونه. شماره 7 هرکول، محصول سال 2014. فیلم هرکول که به زندگی این قهرمان اسطوره‌ای میپردازه در اصل ویژگی‌های خیال‌انگیز خود را به شوخی تکراری تبدیل میکنه که شاید مورد توجه همه قرار نگیره. فیلم هرکول قصد داره نشون بده چطور تفسیرهای نادرست و حدس و گمانهای اشتباه میتونه باعث شکلگیری روایت‌های افسانه‌ای بشه. به همین خاطره که طرفداران فیلم‌های اساطیری یونان احتمالاً از تماشای این فیلم چندان لذت نبرن. در عوض باید گفت که فیلم هرکول ماجراجویی سرزنده با ضرب آهنگ تنده که شخصیت و قهرمان اصلی خودش یعنی دوین جانسون رو به خوبی به مخاطب معرفی میکنه. شاید بازی او همیشه در سطح بالایی قرار نداشته باشه، اما فراموش نکنین که اون راکه و همیشه به لطف جذابیت ظاهری و اندام ورزیده خودش راهی برای محبوب شدن بین مخاطبان پیدا میکنه. شماره 8 خیزش والهالا، محصول سال 2009. حضور مدس میکلسن باعث شده که فیلم خیزش والهالا به اکشنی جالب توجه و باور نکردنی تبدیل بشه. این فیلم به عنوان نمایشی ماجراجویانه از کشور دانمارک شناخته میشه که به زبان انگلیسی ساخته شده. داستان فیلم در قرن 12 رخ داده و به زندگی جنگجویی پاگان از اهالی اسکاندیناوی معروف به یک چشم میپردازه که همراه پسری جوان راهی برای فرار از دست اسیر کنندگان خودش پیدا میکنه. در طول داستان این دو نفر با گروهی از جنگجویان صلیبی مواجه میشن و تصمیم میگیرن همراه اونها سفری به سرزمین مقدس داشته باشن. در این بین حدس و گمان‌هایی در مورد پسر جوان مطرح میشه. این که شاید او از نوادگان هل باشه. هل یا هلا در نزد وایکینگ ها به عنوان دختر لوکی خدای معروف و شرور هم شناخته میشه. شماره 9 اریک وایکینگ. فیلم اریک وایکینگ یکی از آثار کمدی و نسبتاً قدیمیه که با الهام از داستانی با عنوان حماسه اریک وایکینگ ساخته شده. هرچند که طرح کلی فیلمنامه متفاوت از این داستان کودکانه هستش. همونطور که از نام فیلم هم پیداه، داستان در مورد وایکینگی به نام اریکه که از غارت کردن و تخریب روستاها خسته شده. پس تصمیم میگیره سفری ماجراجویانه را آغاز کنه. در طول سفر او با یکی از خدایان اساطیری نورس به نام فریا روبرو میشه که به او خبر میده گرگ افسانه‌ای فرزند اون را خورده. اریک برای دریافت کمک به آزگارد میره تا از خدایان نورس کمک بگیره. البته همونطور که احتمالاً حدس زدید، تلاش اریک کاملا طبق برنامه پیش نمیره و همین مسئله باعث میشه که تماشای این فیلم سرگرم کننده باشه. در نهایت شماره 10 یاغی حماسه گیسلی.
محصول سال 1981. فیلم یاغی اثری از ایسلنده که حماسه گیسلی را بازگو میکنه. داستان جنگی خونین که در ایسلند قرن دهمی رخ میده، جایی که اساطیر نورس و ارجاع به خدایان هنوز هم امری رایجه. تماشای این فیلم برای اون دسته از مخاطبانی که دوست دارن چیزهای بیشتری در مورد تاریخ وایکینگ‌ها و کشور ایسلند بدونن بسیار آموزنده هستش. هرچند گاهی خط داستانی اون بیش از حد غم‌انگیز میشه. در نهایت فراموش نکنید تیم سازنده این اثر سعی کرده حال و هوای نبردها را تا جایی که مقدوره به واقعی ترین شکل ممکن به تصویر بکشه. بنابراین بهتره این فیلم را به تنهایی و بدون حضور کودکان تماشا کنید. در نهایت فیلم یاغی حماسه گیسلی یکی از آثاریه که در کشور سوئد و همینطور در بسیاری دیگر از نقاط جهان با تحسین منتقدان مواجه شده. خب دوستان، به پایان 10 مورد این ویدیومون هم رسیدیم. 10 فیلم بعدی هم که در مورد حالا فیلم های اساطیریه که میخوام بهتون معرفی کنم تو ویدیوی بعدی بهتون میگم. پس اگر این ویدیو رو دوستش داشتین لایکش کنین، اگر که از این سبک محتوا میپسندین و دوست دارین سری دوم همین موضوع رو هم ببینین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله کنارش هم بزنین که محض انتشارش بهتون خبر بده. نظر یا انتقادی هم داشتین تو کامنت ها حتما برام بنویسین. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی شاد باشید.